سلام، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. این ویدیو پارت دوم قاتلای کم سنه. پس اگه از این کانتنت خوشتون میاد حتما برید پارت قبلی رو ببینین. گراهام یانگ 14 ساله. اون از بچگی علاقه شدیدی به شیمی داشت و از طریق کتاب‌های کتابخونه مدرسه یاد گرفته بود چطوری مواد مختلف رو با هم ترکیب کنه. اون همچنین علاقه زیادی به زندگی نامه جنایتکارای مختلف داشت و اونا رو مطالعه می‌کرد. اون همچنین آزمایش‌های عجیب غریبی روی خانواده‌اش انجام میداد. مثلا غذای اونا رو مسموم یا حتی گازهای خطرناکی توی خونه پخش می‌کرد. داستان انقدر ادامه پیدا کرد که اون توی سال 1962 مادر خودش رو به وسیله سم کشت. بعد از این ماجرا معلم گراهام به اون شک میکنه و میره و کمد اون رو توی مدرسه بررسی میکنه. اون توی کمد گراهام مواد شیمیایی خطرناکی پیدا میکنه و گراهام به یه تیمارستان روانی منتقل میشه. اون تا 21 سالگی اونجا میمونه، ولی اونجا هم دست از مسموم کردن ملت بر نمیداره. اون به کمک موادی که دم دستش بوده پرسنل اونجا رو مسموم میکرده. بعد 21 سالگی اون از تیمارستان مرخص میشه و برمیگرده پیش خواهرش تا به زندگیش ادامه بده، ولی باز هم ملت رو مسموم میکنه. پس پلیس اون رو دستگیر و محکوم به حبس ابد میکنه و اون تا زمان مرگش یعنی سال 1990 توی زندان میمونه. کرک پرایس 16 ساله. اجساد خون‌آلود جان هیتون 39 ساله به همراه دو دخترش جنیفر 10 ساله و ملیسای 8 ساله توی تاریخ 4 سپتامبر 1989 توی منزلشون پیدا میشه. قاتل اونا اونقدر بیرحم بوده که تیغه چاقو توی گردن ملیسای 8 ساله شکسته بوده. بر اساس گزارش پلیس جان 60 ضربه چاقو و هر کدوم از دختراش 30 ضربه چاقو خورده بودن. بر اساس نظر پلیس سرقت انگیزه اصلی برای قتل بوده. از اونجایی که حالت قتال چاقوی آشپزخونه بوده احتمال میره که قاتل برای دزدی به خونه مقتولین رفته بوده و وقتی به اونجا میرسه توسط ساکنین خونه غافلگیر میشه و به اونا حمله میکنه. از اونجایی که شدت جراحت مقتولین خیلی بالا بوده پلیس احتمال میده که درگیری شدیدی بین اونا رخ داده. پس قاتل هم باید زخمی شده باشه و شروع میکنن توی محل دنبال افرادی که دستشون رو باند پیچی کردن میگردن و اونا به کرک برخورد میکنن و وقتی از کرک میپرسن که چرا دستتو باند پیچی کردی، کرک به اونا میگه دستمو با شیشه بریدم. ولی پلیس اینو باور نمیکنه و شروع میکنه به جستجوی بیشتر. اونا توی خونه کرک دستکش و لباس خونی پیدا میکنن. کرک ناچار به اعتراف قتل میشه. اون علاوه بر اعتراف این قتل به قتل دیگه هم تو همون محل اعتراف میکنه. اون هنوزم که هنوزه توی زندانه. مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین. اگه دوست داشتین برین پارت قبلی رو هم حتما ببینین. دمتون گرم. تا ویدیوهای بعدی فعلا.